4 جشنواره در خانه رسانه با یک فیلم اجتماعی بومی آغاز می‌شود. سرنوشت گلسا و همسرش را رضا فرهمند به تصویر کشیده با نام لولی. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بخش دوم نمایش فیلم اهالی رسانه را میزبان یک پویانمایی می‌کند. خاطرات همایونی با نام ژولیت و شاه را خانواده رهگذر به جشنواره آوردند. از شمال و جنوب غربی نام فیلم بخش سوم است. فیلمی با مضمون سیاسی. تو خط تیر من! مروری بر یک اتفاق خرابکارانه که در روزهای دفاع مقدس از نگاه حمید زرگرنژاد ثبت شد. دارن زدکشش میکنن آقا مهدی! بخش پایانی هم با نخستین فیلم ابراهیم امینی روی پرده می رود به نام چشم بادامی. روایت عشق‌های نوجوانی دهه 90 ها را به تصویر کشیده. طی روزهای آینده 21 فیلم دیگر پرده 43 را تجربه خواهند کرد. مریم قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.